چه پسری کلا کنسله؟ پسری که حول آویزون باشه و هیز باشه. پسری هیز هم همشون کنسلن. پول چی براتون مهمه؟ به نظر من شخصیت و اصالتش از همه چیز مهمتره. پسر با شخصیت میتونه بعدم پولدار شه، پولدار هم نشد مهم نیست. نظر شما چه پسری چه کار کنه کنسله؟ پسری که حد و مرزشو ندونه، بیشور باشه. بیشعور یعنی شعور نداشته باشه. آره دیگه. یعنی حد و حدودشو ندونه، طرز رفتارشو با یه خانم، شخصیت. آره شخصیت، اصالت، خانواده. این که ندونه با یه خانم باید چجوری برخورد کنه دیگه. درسته. به جز این به نظر مهمترین چیزی با شخصیت باشه، شعور داشته باشه. چه پسری چه کار کنه کنسله؟ پسر که تو دیت اول خیلی اوپیمان و صمیمی باشه. یعنی چی؟ صمیمانه؟ سعی بگه عشقم و عزیزم و هانی و اینا. خودمونی بشه.